I'm Fatima. I'm from Afghanistan. I'm really enjoyed the art class with Richard. He's very, very good, Richard. He is very good art teacher. I like painting. I'm happy to be in this class because it makes you happy. You can feel very good when you are drawing. And I love the nature. Because when you sometimes very sad and you can't talk with anybody, nature is going to help you to relax and leave all the sadness behind. You will stay for a few hours there, looking at the mountain and listen to the sound of the water and the song of the birds, and nobody is there. You will stay by yourself and you relax, and you will come back very happy, and you will leave all the sadness behind. And that is my favorite things to do, and I love to stay in nature and looking at the beautiful mountains and trees and the sea. It's really relaxing. سلام، من فاطمه نجفی هستم. 13 ساله هستم. اهل افغانستان هستم. در حال حاضر داخل یونان زندگی می کنم. مونالیزا، یا به قول معلمم فاتیلیزا. نمیدونم احساسم رو نسبت به این نقاشی چطور بیان کنم، اما باید اینو بگم حس خیلی خوبی دارم، چون از بچگی آرزو داشتم نقاشی بکشم و حالا انگار به آرزوم رسیدم. نقاشی پر از رنگ‌های مختلف. تنها زمانی که احساس می‌کنم زنده ام زمانی است که نقاشی می‌کشم. Hello, my name is Hania. I am from Afghanistan. I am the best friend of Richard, our teacher. And every time he make us to laugh and he make us happy. Every time that we was silent, he was saying us Ola Kala. This class make me very clever. I spend good time in this class. I like to draw these paints because it's beautiful and famous. سلام، اسم من اصل شاهرخی است. 13 ساله، اهل افغانستان، در منطقه میدان وردک زندگی می کردم و الان 1 سال و 6 ماه هست که در یونان در کمپ دیاواتا زندگی می کنم. زیبایی هنر راز و رمز زندگی است. زیبایی در چشم نیست، بلکه در ذهن ماست. پیکاسو، یک نقاشی معروف. هیچ وقت فکر نمی کردم بتونم یک نقاشی از این شخص بکشم. درسته قبلا نقاشی زیاد می کشیدم، ولی همچین نقاشی نه. این اولین بارم بود و خیلی هیجان داشتم. شاید به نظر دیگران نقاشی‌های من قشنگ نباشه، ولی من مطمئنم که یک روز یک نقاش معروف میشوم، چون اسم من هست عاطفه. من اهل افغانستان هستم. در تسالونیکی زندگی میکنم. افغانستان یک کشور زیبا و خوبیه. خیلی چیزا هست که در موردش
بخوام بگم هم ناراحت کننده هست هم خوشحال کننده. برای مثال دخترای آنجا به آرزوهایی که دارن نمیتونن برسن و صدای آنها را هیچ کس نمیشنوه و آنها باید تو سن کم ازدواج کنن، بچه دار بشن و آشپزی کنن. حتی آنها حتی نمیتونن آرزو کنن و حرف زدن در مورد آنها آرزوهایشان بد است. سلام، من مبینا سروری هستم. 13 ساله، اهل افغانستان. مدت 1 سال است که به همراه خانواده‌ام در یونان در کمپ دیاباتا زندگی میکنیم. وقتی شروع کردم به کشیدن نقاشی یک حس جدیدی داشتم، از اینکه دارم یک نقاشی از یک آدم معروفی میکشم، کسی که همه اونو میشناسن. خیلی خوشحال شدم. درسته این اولین بارم است که نقاشی میکشم و البته که خیلی سخته، اما وقتی تموم شد یک چیزی یاد گرفتم، از اینکه هیچ غیر ممکنی وجود ندارد. شاید یک روزی منم به یک نقاشی معروف شدم مثل بقیه. سلام به همگی، اسم من مسونه و فامیلی من تاجیک هست. اهل افغانستان، اما تو ایران به دنیا آمدم و حالا در یونان زندگی میکنم، در کمپ دیاباتا. ایران کشور زیبا با مکانهای معروف اما واسه من خیلی تاریکه. مذهب، رنگ پوست واسه من خیلی مهمه. تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی کار کنی، تو نمیتونی رشد کنی، تو نمیتونی زندگی کنی و همچنین تو نمیتونی بمیری. شاید ازم بپرسید چرا؟ مشکلی نیست، بهت میگم چون ما مهاجر و افغان هستیم، فقط همین. این خیلی ناراحت کننده است واسه من یه چیز خیلی بزرگ نخواستم، من فقط خواستم زندگی کنم مثل یک انسان. سلام، اسم من اسنیه سادات است. 14 ساله هستم، از افغانستان هستم، از شهر غزنی. 1 سال و 5 ماه می شود که در کشور یونان در کمپ دیاباتا زندگی می کنم. وقتی که من نقاشی اولم را شروع کردم خیلی هیجان داشتم و احساس خیلی خوبی داشتم و برای اولین بار یک نقاشی خیلی قشنگی کشیدم. اگر از درونت صدای شنیدی که می گفتن نمی توانند نقاشی کنند، با تمام وجود شروع به کشیدن نقاشی کنید. به این ترتیب آن صدا ساکت خواهد شد. Thank you.